اگر تو بگی والا چی رقم است، چی میگه؟ ریش سفید از اون طرف صدا میکنه این قدر زیاد شده، حالی که در هر مسجد کابل بری این همی کارا را که در رایستان این قدر زیاد. غصه بیچارگک که در هر مسجد میره راستی در پالوش یک جوان دست ایجا گرفته را فیلدین میکنه، اون مردکه دیگه اوه که همین قار میشه که می سلام دور بده، یک دفعه میگه اینی قپوی تو چاک گرفتی. اینجا من نشسته بودم، پالیم یک ریش سفید بود، من فهمیدم که از همین اول که همین قدر غصه داره که پرسانه که کمی سلام در داشته گفته اینی قدر پایید. من گفتم مردم ببین ریش سفید چقدر تومتی کلان میکنه، سعی کو این دستش این از جوجام تیر شده از من تیر شده ما پای از اون طرف ماندیم، این ریش سفید در مسجد الله تومت میکنه. مردکه این قدر چی شد؟ خجالت شد که پرسان نکن. حالی تو چی بکنی؟ و کذالک انزلنا آیات بینات، این همی قسم روان میکنیم ما. حالی الله متعال ترغیب به سوی قرآن کریم میده، چیزی که انسان یقینا از همه گمراهی ها و از همه بدبختی ها نجات میده، هم از مرض شهوت، از مرض شبهه، هم از بدگمانی و حسد و بغض و کینه در مقابل دین. کدام چیز است؟ کتاب الله متعال است. الله ترغیب میده و کذالک این همی قسم روان انزلنا ما روان میکنیم آیات بینات، آیات خدا که واضح است، بالکل روشن است، در پرتوش هر کس میتونه حق از باطل تفکیک کنه، جدا کنه، مسیر خدا مشخص کرده بتانه. قرآن است که مسیر تا مشخص میکنه. حالی تبلیغات مردم هم سر تاثیر نداره. اگر این گروه را مردم یهود میگن، نصارا میگن، هر لقب که میمانه، وقتی در قرآن نشستی کل حقیقت برملا میشه. یک و ان الله باید بدانه هر کس که الله متعال یهدی هدایت میکنه، من کسی که یرید و اراده هدایت داشته باشه، هر کس نه. یک آدم یک روز در ترجمه میشینه، مولوی سی امام ابو حنیفه رو نمیشه یاد کرد، من دیگه نمیرم در ترجمه، خراب میره در خالی خود میشینه. چرا؟ مولوی سی نامی کی را؟ امام ابو حنیفه رحمه الله گرفت. خالی گرفته چی رقم گرفته؟ پشت چی رقم گرفته نشام نمیگرده. خلاص حالی میره قرار اراده هدایت که کسی نداشته باشه الله برش هدایت. ان الذين آمنوا یقینا کسانی که ایمان آورده، والذین کسانی که هادو یهود هستند، والصابئین ستاره پرستاس، والنصارى نصرانیاس، والمجوس مجوسیاس، والذین اشرکوا کسانی که مشرک هستند، کل طوایف هر قدر که غیر از اسلام طوایف و گروه های گوناگون است. الله چی میگه؟ ان الله یقینا الله متعال یفصل بینهم فیصله میکنه در بین کل گروه یوم القیامت در روز قیامت. چه رقم فیصله میکنه؟ مؤمنای واقعی را الله طرف جنت میبره، گروه های کافر حالی دیگه مرش طرف دوزخ. ان الله یقینا الله متعال علی کل شیء شهید. چه رقم فیصله میکنه؟ کاروایی هر کس بر الله معلوم است. الله بالای تمام چیزا حاضر ناظر است، هیچ چیز از مراقبت الله بیرون نیست. فیصله میکنه. در سوره بقره و مائده همین رقم آیت تیر شده، اونجا مجوس و الذین اشرکوا را ذکر نکرده. اونجا مراد یا مقصد در اونجا بیان فضیلت ایمان است و عمل صالح است، که ایمان و عمل صالح ولو که از هر طایفه باشه، از هر طایفه باشه به نزد الله مقبول است. گپ در سر نام نیست که یک آدم خدا چی بکنه بگه نام بمانه و حقیقت ایمان نباشه. اگر یهود باشه ایمان بیاره به الله تسلیم شه عمل صالح بکنه نزد الله مقبول است. اما اینجا مراد از چیست؟ فیصله است. و فیصله تعلق به کل گروه ها داره. خدا کنه که وقت کتاب آسمانی داشته باشه یا نداشته باشه. الم تر ان الله، تو نمیبینی مخاطب یا پیغمبر علیه السلام، ان الله که یقینا الله متعال انسان یکمی خو در دیگه تمامی کارا تقلید میکنی، دنبال روی مردم هستی، وسوسه های شیطانی را تقلید کرده روان هستی، رسم و رواجای کمر شکنی پدرها و نیاکاری تا تقلید کرده روان هستی. یکمی تقلید از کائنات هم بکنی. کائنات مکمل زیر فرمان و طاعت الله متعال قرار داره. آفتاب یک ذره پس و پیش نمیشه. الله نظام مقرر کرده، طلوع میکنه از شرق، غروب در غرب میکنه، مهتاب به مو شکل، درختها میوه خدا میده، حیوانات باری خدا میبره، آبها وظیفه خدا انجام میده، خاک وظیفه خدا انجام میده، کل کائنات تابع الله. تو چرا تابع الله نمیشی؟ نه دیگه جا خود مقلد هستی. همینجا خو یکمی اگه تقلید بکنی، نه تقلید نیست، تحقیق بکو. اینجا هم تقلید نکو. بگو که بی اینمی مخلوقات عظیم الله، آسمان، زمین، آفتاب، مهتاب یا مخلوق عظیم است.
زیر فرمان اراده الله چکر میزنه، نافرمانی الله را نمیکنه. مداری را که الله برش تعیین کرده فقط چکر زده را ایسته. من انسانم مدار دارم، من انسانم مدار دارم. الله متعال خطوط وضع کرده، برای میگه این خط روان شو، پای تای طرف نمان، اینی کار بکو، اینی را نکو، اینی را بخو، اینی را نخو، کلش را مشخص کرده. من باید دمو مدار خود چرف بخورم، از مدار خود نبرایم. لیکن انسان در مدار خود چرف نمیخوره. که صحت پیدا کرد، مال پیدا کرد، مردم از زیری چیستا قطعی آبی گنده، قطعی در تیر موتر آبی گنده را برش باد میکنه. اینطور نیست، در مدار خود حرکت نمیکنه. الله متعال میگه تو نمیبینی یقینا الله متعال یسجدو سجده میکنه. مراد از سجده اینجا چیسته؟ معنای عام است. منقاد و تابعدار است. منقاد و تابعدار شامل چی میشه؟ کل سجده، اگر تکوینی است اگر تشریعی. یعنی تابعداری دو قسمه است. یکی تشریعی است که الله تو را مکلف به احکام بسازه، باز تو را انجام بدی. ما را مکلف به گرفتن روزه کرده، ما تو انجام میدیم. یا من قیاد و تابعداری الله متعال است تشریعی. او تکوینی چی را میگه؟ بی آب بی طعام موت و زندگی الله برات مقرر کرده، مجبور استی ابی کار انجام میدیم. یسجد له، منقاد است، تابعدار است، له برای الله متعال، من فی السماوات، کسی که در آسمان است، و من فی الارض، کسی که در زمین است. مناسب حال خود سجده برای الله میکنه، تابعداری بی الله را میکنه. و الشمس و القمر، آفتاب و مهتاب هم سجده میکنه. و النجوم و ستاره ها، و الجبال و کوها، و الشجر و درختها، و الدواب و چارپایا، کلشان. و کثیر من الناس، مردم کلش نیست. مردم چی هستن؟ بسیاری از مردم هم سجده میکنه. الله ما را در کثیر داخل کنه. امیال انشاءالله داخل هستیم. و کثیر حق علیه، بسیاری مردم های دیگه و هم به تعداد کثیر است ثابت شده بالایش العذاب و عذاب، چرا که نافرمانی الله را کرده، منقاد و اطاعت برای الله نکرده. و من یهین الله، کسی را که الله ذلیل بگردانه، فما له، نیست به این طور آدم من مکرم، کسی عزت دهنده برش پیدا شده نمیتونه. در مقابل ذلت الله متعال کسی، هیچ کسی. آیت دلیل است بالای از مردم هایی که میگن نازدانه است. چیست ده؟ الله که کسی را ذلیل کرده باز عزت دهنده پیدا نمیشه. ان الله، یقینا الله متعال، یفعل، انجام میده آن چیزی را یشاء که الله اراده بکنه. خود در اینجا چیزایی را که الله متعال ذکر کرده، مثلا آسمان، زمین، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، کوه ها، درخت ها، چارپایا و زیادتر مردم ها. چرا این را ذکر کرده؟ به خاطر که مقصد اینجا رد بالای مشرکینی است که همین چیزها را پرستش میکنه. در طوایف عرب مردمی بود که آفتاب پرستش میکرد، ستاره را پرستش میکرد، مهتاب پرستش میکرد، درخت عزا را پرستش میکرد. هر قبیله بری خود یک معبود علیحده داشت، نعوذ بالله. از همون خاطر الله متعال به خاطر رد مشرکین که کسی کی را معبود گرفته غلط است. چرا؟ خود از یا منقاد و تابعدار برای کیست؟ پس چطور یا معبود شوه، قابل پرستش شوه؟ از همون خاطر است انسان بیچاره امو از چوب و سنگ و گلی که بت برای خود جور کرده ده او نعوذ بالله عبادت میکنه. چرا کم عبادت میکنی؟ با تاسف که در امت رسول الله مردم چی؟ قبرها را عبادت میکنه، پیرها را عبادت میکنه، چیسته دیگه نعوذ بالله درختایی که در زیارتگاه هاست یا را عبادت میکنه. و یا کلی از یا تابع و منقاد کیست؟ الله متعال است. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو فریق است که یکی مکمل منقاد و تابعدار فرمان الله متعال است، دیگه منقاد و فرمان تابعدار الله نیست، بلکه مخلوق برای معبودیت خود گرفته. این همی هر دو دشمن های یک دیگر هستند، یعنی این همی دو گروه مقابل یک دیگر است، دشمن یک دیگر است. اختصموا فی ربهم، که یا اختلاف کردن، مقابله کردن، فی ربهم در مورد پروردگارشان. هم در عقیده هم در بحث. یک تعداد عقیده به الله داره، الله را معبودی بر حق میدانه، دیگرها میگه نه الله بر حق نیست، نعوذ بالله، دیگرها چی شوه؟ پرستش کرده شوه. فالذین اولی فیصله دو فریق الله متعال میکنه در روز قیامت. چی رقم فیصله؟ فالذین کفروا، کسانی که انکار کردن، قطعت لهم، کسانی که انکار کردن از نظام الله، از نظام توحید الله، قطعت لهم ثیاب، بریده میشه برشان کالا، من نار، از آتش برای پوشاندنشان. منظور است که مردم در آتش رقم احاطه میشه مثل که لباس جانش باشه. یصب من فوق رؤوسهم، انداخته میشه از طرف بالای سرایشان،
الحمیم آب جوش یسهرو بهی که گداخته می براید، یا در اصطلاح یا مامکی ما المک میشه، المک بهی توسط یا بیگرم ما آن چیزی فی بطونهم که در شکمای از یاست، همه مواد شکم مکمل از بین میره، چیزای اعضا. والجلود و پوستا المک میشه، گداخته میشه توسط آب جوش. حدیث ابی هریره رضی الله عنه میفرماید الله متعال میگه آب جوش در سری جهنمیا میپرته، او میرود در درون سینه، در درون سینه تمامی جیگر و گپا کلش از بین میره، این از پای میبره، باز چی پوستا المک میشه، باز امی انسان الله باز دوباره امی رقم میکنه، باز انداخته شده میرود. الله متعال ما را نگاه کنه. ولهم مقامع برای زدن از یا برای کوبیدن از یا مقامع گرزاس من حدید از آیین که تیار شده، هیچ نجات پیدا کرده نمیتونه. کل ما اراد و یخرجو، هرگاه که اراده میکنه که از امو عذاب برای منها از امی عذاب من غم من از جهتی و غم یا تکلیفی که برش رسیده، اعیدو فیها بازگردانده میشه دونمو عذاب، دوباره به مو رقم به مو سیستم جور میشه. و ذوقو برشان گفته میشه بچشی عذاب الحریق، عذاب سوزانه، هیچ خلاصی نصیبتان نیست. چرا؟ ما انواع امکانات برای راهیابیتان تیار کردیم، شما کل امکانات از دست داده، از دست داده. ان الله یقینا الله متعال یدخل الذین، داخل میسازه کسانی که آمنوا ایمان آورده و عملوا الصالحات، به مقتضای ایمان عمل صالح انجام داده، جنات تجری، باغایی که روان است، من تحت الانهار، در زیر درختها یا قصرهایش جویا، یحلون فیها، زینت داده میشوند، فیها در روی جنت برای جنتی‌ها، من اساور، از استوانه و دستبندا، من ذهب که از طلا باشه، و لؤلؤا از مرواریدا. در دنیا خوی من است، اما در اونجا چیست؟ الله متعال برای مردا و زنا میده. و لباسون فیها حریر، و لباسی از یا یعنی چیزای پوشیدنی از یا در جنت حریر و ابریشم است. ابریشم طلا در دنیا بالای ذکوری امت پیغمبر علیه السلام حرام است. از او خاطر در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه کسی که طلا و ابریشم در دنیا پوشید، الله متعال در جنت او را نمیپوشانه، که نپوشان جنتی شده نمیتونه. یادتان باشه چرا لازمی جنتی بودن پوشیدن چیز؟ هم طلا هم ابریشم است. از او خاطر پیغمبر علیه السلام طعام خوردن در اواری ذهب و نقره را طلا را منع کرد. در ظرفای طلا نان خوردن نشوه. تاسف در اینجاست که مردم تلاش میکنه پیاله طلایی پیدا کنه، چی هسته؟ اسات طلایی را پیدا کنه، گپا را قطعا این کارا را نکنه. در خوردن و نوشیدن زنان مثل مردا واری حرام است که در ظرف طلایی چیزی را چیسته بندازه یا بخوره یا بنوشه. چرا از او منع کرده؟ تنها در زیور زنا که پیغمبر علیه السلام بیان کرده که برای زنا استعمال ابریشم و استعمال چی؟ طلا برشان جایز است. چقدر قدر و قیمت زنا را کرده. اینا چرا به خاطر چی کرده؟ که زیبایی زنا اضافه شوه، مورد نفرت مردا و شوهرایش قرار نگیره، طلادار باشه، طلادار صحیح است، زیب و زینت کنه. اما او را برای مردم نگفته. زنا حالی چی میکنه؟ میپوشه به مردم نشان میده. کرای دست خود نه آستین کلان جور میکنه که دستی تر بالا کنه، آستین پس بره که کرا دیده شوه. طوری میکنه. این طور نه، ای برای مردایش است. زیب و زینت برای مرداست که زن باید بکنه. علتش هم است که تا وقتی که زن رعایت وجود خود میکنه به زیبایی و به زینت و به پاکی، نفرت شوهرش از پیشش گم میشه. از او خاطر دوستی و محبتشان اضافه میشه. او اینطور کسا پیدا میشه زنا که دیگه ما خدا نشویه، شیشک از پیشش جور میشه، شوهرش سبا رو سعی میکنه که طلاق برش داده. چرا طلاق دادی او مولی صاحب، او جی صاحب، او شیخ صاحب، او فلان صاحب، چرا طلاق دادی؟ والا زن نبود دیگه. برادر زن چطور نبود؟ دروغ نگو، زن نبود. چی میگه؟ المستی بود، المستی. از او خاطر چقدر مناسب است. یقینا البته این امور از هر دو جانب است، مردم هم این رقم است. ابن عباس رضی الله عنه میفرمود که همون رقم که من خوش دارم که زنم برای من زینت کنه، اینمی قسم من باید برای زن خود زینت بکنم. مردم اینطور نباشه که لباس مستریگیری در جانش همیشه بوی چی برش میده؟ بوی گریس و تل. او هم نباشه. و هودو الی طیب من القول، رهنمایی کرده میشه این مردم ها، یعنی با تمام انعاماتی که الله بر ازیا کرده دیگه
اکرام و عزتشان بیان میشه. و هودو الى الطیب من القول، بر از یا راهنمایی کرده میشه الى الطیب، به سخنان لبریز از محبت و صمیمیت، خوشایند سخنا، من القول از گفتارا، از جمله نعمتای جنت امیسته. اگر در خانه می رقم گپای لبریز از محبت و صمیمیت باشه چقدر خوب است. زن و شوهر همیطور بگویه، اولاد و پدر و مادر همین رقم گپا را بگویه، فضا تغییر میکنه نمیکنه؟ بالکل تغییر میکنه. یک ترجمه مراد از طیب گپای چی را گفتیم؟ خوشاینده، گپایی که یک دم چیستا نشاندهی صمیمیت و محبت داره. این البته در آخرت شد. و هود الی صراط الحمید، دل راهنمایی میشه، دلالت کرده میشه این مردم به سوی راهی که ستوده شده. اون راهی که راهی چی است؟ جنت است. یک ترجمه شد. بعضی مفسرین را تعلق به دنیا کرده. و هودو هدایت کرده شده بودن بین می مردم ها در دنیا الی الطیبه، بس سوی چیزی پاکیزه، من القول از گفتاری پاکیزه کدام بود؟ کلمه طیبه، لا اله الا الله، عقیده توحید بود. سوم ترجمه، و هودو راهنمایی کرده شده بودن برای از یاد در دنیا الی الطیبه، به چیزی پاکیزه، من القول از گفتار. بزرگترین پاکیزه گفتار کلامی کیست؟ الله متعال قرآن کریم است. از او خاطر ان شاء الله دایی که بر ما هدایت شده به سوی کلام الله متعال، این افتخار است. در دنیای رقم هستی. و هود الی صراط الحمید، راهنمایی شده بود برای از یا توسط همین قرآن کریم به سوی راهی که ستایش از کرده شده که راه اسلام است. راه چی است؟ راه اسلام است. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که انکار کردن از نظام الله، از توحید الله، و یصدون عن سبیل الله، خود کافر هستند لیکن بنا میکنه مردم از راه الله، یا خدا یا مردم. والمسجد الحرام، منع میکنه مردم از مسجد حرام، الذی، هم مسجد حرامی که جعلناه گردانیدیم امیره، امی مسجد حرام للناس، برای عبادت مردم، برای آمدن مردم، سواء برابر، العاکف فیه، کسایی که باشنده در حدود حرم است، والباد، کسی که وارد شونده از بیرون است، با کلگی یکسان گردانیدیم که کلگی اینجا طواف کنه، نماز بخوانه، کسی را مانع نشود. و من یورد فی بالحاد، کسی که اراده میکنه در حرم بالحاد به کجروی، ارنو کجروی کی باشه، شرک و کفر و ظلم و گناه و معصیت و طغیان، امش به ظلم یعنی بناحق، نذقه میچشانم او را من عذاب علیم، از عذاب دردناک. الله علی بیان میکنه که کدام طایفه است که اینمی جنت اینی قسم نعمات برش داده میشه. الله میگه اینمی مردمایی هستند که اینی طور صفتا را داشته میباشه. و کدام صفت هست؟ چی محروم میکنم از این نعمت ها و طور کسایی را که اینی صفت ها را داشته باشه، و میدم این نعمت ها را به کسایی که محبت ذکر میکنه الله که صفت ها را داشته باشه. او تعلق به حج داره، به مراسم حج. کسانی که کافر شدن منع میکنه از راه الله متعال. پیغمبر علیه السلام با یک تعداد از صحابه 1400 نفر عازم عمره کردن شد. در مقام حدیبیه مشرکین مکه مانع شد که برای پیغمبر علیه السلام طواف بکنه، سعی در بین صفا و مروه بکنه و عمره خود تکمیل بکنه، و مانع شدن. الله متعال آیت روان کرد و میگوید عجیب است منع کردن از او طور جایی که به کلگی او جای برابر ساختیم، اونجا کسی حق و حقوق نداره کسی را مانع شود. چرا این مرکز عبادت الله متعال است. در این مرکز کسی را منع کرده نمیتونه، لیکن همینطور مرکز این مردم گرفت منع کرد. اینطور کار میکنه. الله علی عظمتی مقامم بیان میکنه. کدام عظمت؟ کسی که الحاد و کجروی میکنه بدون دلیل دریجه، الله میگه من به عذاب چی؟ بگوی به عذاب علیم ایره میچشانم شه. از امو خاطر است در حرم گناه کردن گناه، در دیگه جا اگر قصد کردی گناه را گناه نکردی، الله گناه نوشته نمیکنه. تا که عمل نکردی گناه تا گناه نوشته نمیکنه. اما در حرم ولو که در حدیث میاد ابی هریره را دل میفرما اگر کسی در عدن است خود نیت کرده که من گناه در حرم میکنم، گناهش نوشته. همون رقم که ثوابش دوچند است گناهش دوچند است. غیبت میکنی اونجا، دروغ میگی اونجا، چپلقی مردم دزدی میکنی اونجا، مردم اذیت میدی اونجا، کی صبوری میکنی. از افغانستان در ایام حج میره به خاطر که جیبا را بزنه. عجیب مسلمان هست. آیا این مردم چی تصور داره؟ الله متعال از پیش سوال کنه که اینجا مردم لباس به خاطر چی پوشیده؟
این لباس لباس کفن بود. این لباسی بود که من از دنیا بینمی دورخت سفر دارم، هیچ چیزا همراهم نیست.